استارسیدهای پرتو آبی در کیهان پرتوهای آبی در خاموشی در حال راهنمایی بشریت بودند و ارتعاشات ظریف خود را در تار و پود واقعیت ما بافتند. آنان پیام‌رسانان الهی، پیشقرابران دگرگونی هستند و اکنون در این لحظه محوری از تاریخ با وضوح و شدتی بی‌سابقه حضور خود را نشان می‌دهند. موج اول پرتوهای آبی به گروهی از افراد اشاره دارد که اعتقاد بر این است دارای توانایی‌های معنوی و همدلی منحصر به فردی هستند. آنها اغلب به عنوان روح‌های حساس با ارتباطی عمیق به کیهان و میل شدید به کمک به دیگران توصیف می‌شوند. پرتوهای آبی به عنوان روح‌های پیشرفته‌ای در نظر گرفته می‌شوند که از قلمرویی با ارتعاش بالا می‌آیند. آنان به عنوان استارسید دیده می‌شوند، موجوداتی از ابعاد دیگر با سامانه‌های ستاره‌ای سرچشمه گرفته‌اند و تصمیم گرفته‌اند در دوره‌های بحرانی دگرگونی در زمین تجسد یابند. آنان اینجا هستند تا در بیداری و دگرگونی معنوی سیاره کمک کنند. پرتوهای آبی اغلب به عنوان کارگران نور، درمانگران و همدلان دیده می‌شوند که فرکانس و ارتعاش خاصی را حمل می‌کنند که هدف آن ارتقای هوشیاری بشریت است. اعتقاد بر این است که موج اول پرتوهای آبی عمدتاً در بازه زمانی بین دهه 1950 تا 1970 متولد شده‌اند. این بازه زمانی با تغییرات فرهنگی و معنوی مهمی در زمین همزمان است، از جمله ظهور جنبش ضد فرهنگ، جنبش حقوق مدنی و پیدایش آموزه‌های معنوی و متافیزیکی مختلف در جهان غرب. این دهه‌ها با افزایش آگاهی از مسائل جهانی و یک اشتیاق جمعی برای صلح، عشق و وحدت مشخص می‌شد. پرتوهای آبی با حساسیت و بینش معنوی تقویت شدهشان به عنوان چراغ‌های راهنما در این دوره دگرگون کننده دیده می‌شوند که به تثبیت فرکانس‌های بالاتر و تسریع تغییر کمک می‌کردند. پرتوهای آبی اغلب می‌توانند همزمان با نیلی‌های حتی زودتر از آن متولد شوند. در بسیاری از موارد یک پرتو آبی ممکن است والد یک کودک نیلی باشد. علاوه بر این جنبه جالب توجه پرتوهای آبی، ارتباط آنها با تمدن‌های باستانی و دانش گمشده است. بسیاری از پرتوهای آبی خاطرات زندگی گذشته‌ای از زندگی در فرهنگ‌های باستانی پیشرفته مانند آتلانتیس یا لموریا را گزارش می‌دهند. اعتقاد بر این است که این تمدن‌ها از دانش معنوی و تکنولوژیکی عمیقی برخوردار بودند که در طوفان زمان از دست رفتند. پرتوهای آبی ممکن است تکه‌هایی از این خرد باستانی را در حافظه روح خود حمل کنند که می‌توان از طریق مراقبه عمیق و تمرینات معنوی به آن دست یافت. این ارتباط با تمدن‌های گمشده لایه‌ای از رمز و راز و عمق به سفر پرتوهای آبی می‌افزاید و نشان می‌دهد که آنان ممکن است کلیدهای بازکشف و یکپارچه کردن دانش باستانی برای سود آینده بشریت را در دست داشته باشند. حالا به نشانه‌هایی که ممکن است شما یکی از استارسیدهای پرتو آبی باشید را بررسی کنیم. توانایی حس کردن تغییرات انرژی. یکی از ویژگی‌های قابل توجه منتسب به موج اول پرتوهای آبی، توانایی آنان در حس کردن تغییرات انرژی و پدیده‌های معنوی قبل از وقوع آنان است. این توانایی منجر می‌شود برخی افراد باور داشته باشند که پرتوهای آبی دارای نوعی بینش پیامبرانه نسبت به آینده هستند. پرتوهای آبی اغلب به عنوان فرد بسیار حساسی توصیف می‌شوند که می‌توانند تغییرات ظریف را در محیط و حالتهای عاطفی و روحی دیگران حس کنند. این حساسیت فقط محدود به قلمرو فیزیکی نیست، بلکه به قلمروهای روحی و انرژی نیز گسترش می‌یابد. تبدیل انرژی منفی. ویژگی دیگر پرتوهای آبی توانایی آنان در تبدیل انرژی منفی و ارتعاشات پایین در محیط اطرافشان است. این توانایی به عنوان یک ویژگی مهم و مفید دیده می شود که به ایجاد محیطی هماهنگ‌تر و مثبت‌تر کمک می کند. تأثیر توانایی‌های تبدیل انرژی پرتوهای آبی می تواند به ویژه در موقعیت‌های استرس‌زا یا آشفته قدرتمند باشد. با حفظ ارتعاش بالا و نگرش مثبت خود، آنان می توانند به کاهش اثرات انرژی منفی کمک کنند و یک اثر موجی ایجاد کنند که درمان و مثبت‌گرایی را در محیط اطرافشان ترویج می‌دهد. این توانایی برای تبدیل کردن و ارتقای انرژی اطرافشان یکی از دلایل کلیدی است که چرا پرتوهای آبی اغلب به عنوان اعضای ارزشمند هر جامعه‌ای دیده می‌شوند. نقش اصلاحگر. افرادی که به عنوان پرتوهای آبی شناسایی می‌شوند پیوسته می‌بینند که به طور طبیعی نقش اصلاحگر را در حلقه‌های اجتماعی و خانواده‌های خود به عهده می‌گیرند.
آنان تمایل دارند مسئولیت تعمیر آنچه را که شکسته یا تحت فشار است بر عهده بگیرند. این تمایل به حل کننده بودن مشکلات میتواند به شکل‌های مختلفی ظاهر شود، خواه تلاش برای ترمیم روابط خانوادگی پرتنش و یا خواه برای پرداختن به درگیری‌های میان دوستان یا حتی تلاش برای حل مسائل بزرگتر اجتماعی. به عهده گرفتن نقش اصلاحگر همیشه آسان نیست. این نقش مستلزم تمایل به روبرو شدن با موقعیت‌های دشوار و حرکت در عواطف پیچیده است. پرتوهای آبی پیوست خود را در موقعیت میانجیگر، تسهیل کننده یا صلح ساز می‌یابند. کسانی که بی‌وقفه برای پل زدن برای شکاف‌ها و پرورش حس وحدت و درک تلاش می‌کنند. علاقه ذاتی به هنرهای خلاقانه. پرتوهای آبی یک علاقه و استعداد ذاتی برای هنرهای خلاقانه، کیمیاگری و کارهای تصویری دارند. در هنرهای خلاقانه پرتوهای آبی پیوسته به فعالیت‌هایی مانند نقاشی، نوشتن، موسیقی و رقص کشیده می‌شوند. کیمیاگری هم به معنای سنتی آن و هم در مفهومی استعاری حوزه دیگری است که پرتوهای آبی در آن می‌درخشند. به طور تاریخی کیمیاگری مربوط به تبدیل فلزات پایه به طلا و جستجوی اکسیر زندگی بود. کار اسیری که شامل درگیر شدن با قلمروهای معنوی و انرژی است، برای پرتوهای آبی طبیعی است. آنان اغلب ارتباط قوی با جهان نادیده دارند، از جمله انرژی‌های طبیعت، راهنماهای معنوی و ابعاد دیگر. این ارتباط با آنان اجازه می‌دهد تا فعالیت‌هایی مانند درمان انرژی، مراقبه و خوانش‌های شهودی را با آسانی و تأثیرگذاری انجام دهند. این حوزه‌های علاقه‌مندی، هنرهای خلاقانه، کیمیاگری و کارهای اسیری صرفاً فعالیت‌هایی نیستند که پرتوهای آبی در اوقات فراغت خود انجام می‌دهند، بلکه آنان جنبه‌های حیاتی هویت و هدف آنان هستند. از طریق این جستجوها پرتوهای آبی انرژی الهی مادینه خود را متجلی می‌سازند که با شهود، پرورش و ارتباط عمیقی با جهان‌های طبیعی و معنوی مشخص می‌شود. این انرژی الهی مادین آنان را در تعاملاتشان با دیگران و در رویکردشان به زندگی راهنمایی می‌کند و به آنان اجازه می‌دهد تا حس هماهنگی و تعادل را به محیط اطراف خود بیاورند. ارتباط قوی با استارسیدهای نیلی، کریستال و رنگین کمانی. پرتوهای آبی اغلب یک ارتباط عمیق با استارسیدهای نیلی، کریستالی و رنگین کمانی تجربه می‌کنند. این پیوند بر اساس ویژگی‌های مشترک، حساسیت شدید، درک شهودی و همدلی عمیق ساخته شده. پرتوهای آبی این کودکان بخشی از یک خانواده بزرگتر کیهانی دیده می‌شوند که مأموریتی مشترک برای ارتقای هوشیاری معنوی بشریت دارند. ارتباطی که پرتوهای آبی با کودکان نیلی احساس می‌کنند به طور ویژه قوی است. نیلی‌ها با توانایی‌های شهودی، طبیعت مصمم و حس هدف برای به چالش کشیدن و دگرگون کردن سیستم‌های منسوخ مشخص می‌شوند. پرتوهای آبی با این ویژگی‌ها همزمانی می‌کنند و زمینه مشترکی در تمایل متقابل برای تغییر مثبت می‌یابند. رنگ‌های آبی و بنفش برجسته در حاله آنان انرژی ارتعاچی بالای آنان را منعکس می‌کند و آنان را به طور نزدیک با رنگ‌های ارتعاچی نیلی‌ها همتراز می‌سازد. این شباهت در حاله‌های آنان حس خویشاوندی و درک متقابل را افزایش می‌دهد. کودکان کریستال که وضوح هدف، رفتار صلح‌آمیز و حس قوی همدلی شناخته می‌شوند، نیز ارتباط عمیقی با پرتوهای آبی دارند. هر دو گروه به طور باور نکردنی به انرژی‌های اطراف خود حساس هستند و توانایی‌های طبیعی برای درمان و پرورش دیگران دارند. کودکان رنگین کمانی که فرکانس ارتعاچی حتی بالاتری را حمل می‌کنند، انرژی پویا و دگرگون کننده می‌آورند. آنان به خرد ذاتی، حضور شاد و تلاش بی‌باکانه در مسیر معنوی خود شناخته می‌شوند. پرتوهای آبی از طریق حس مشترک هدف و نقش خود به عنوان پیشگامان یک عصر جدید روشن شده، ارتباط ویژه‌ای با کودکان رنگین کمانی پیدا می‌کنند. هنگامی که پرتوهای آبی با این کودکان استارسید جوان روبرو می‌شوند، اغلب به نوعی حس دیدار مجدد است، حسی از بازگشت به خانه و پیوند دوباره با بخشی از وجودی که گم شده بود وجود دارد. این حس کامل بودن و شناخت متقابل می‌تواند به طور باور نکردنی قدرتمند و نشاط بخش باشد. این حس این ایده را تقویت می‌کند که آنان در سفر خود تنها نیستند و دیگران مسیر معنوی آنان را درک کرده و در آن شریک هستند. این پیوند عمیق و شناخت متقابل فراتر از ارتباطات صرفاً شخصی است.
این موضوع مأموریت بزرگتر کیهانی را که پرتوهای آبی و کودکان ستاره‌ای در آن شریک هستند برجسته می‌سازد. آنان به عنوان مشعلداران تکامل معنوی بشریت دیده می‌شوند. چالش‌های پیش روی پرتوهای آبی. سفر موج اول پرتوهای آبی هرگز آسان نبوده است. این افراد اغلب از همان سنین پایین با چالش‌ها و مشقت‌های قابل توجهی روبرو شدند. بسیاری از پرتوهای آبی احساسات بیگانگی و عدم تناسب با هنجارهای جامعه را تجربه کردند. حساسیت شدید آنان را در برابر مشکلات عاطفی و روانی آسیب پذیر کرده، زیرا انرژی و عواطف اطرافیان خود را جذب می‌کردند. بسیاری از پرتوهای آبی همچنین با پویایی‌های چالش برانگیز خانوادگی، ضربات روحی و تجربیات زندگی شدیدی مواجه شدند که آنان را وادار به روبرو شدن با عمیق‌ترین زخم‌ها و ترس‌هایشان کرد. این آزمایش‌ها بخشی از مأموریت روح آنان برای تبدیل انرژی‌های پایین‌تر و تکامل معنوی بود. با این حال وزن این تجربیات اغلب آنان را نیازمند درمان و پشتیبانی عمیق باقی گذاشت. تجربیات موج اول پرتوهای آبی اهمیت درمان و پشتیبانی برای این افراد را برجسته می‌سازد. آنان نیاز دارند موهبت‌های منحصر به فرد خود را بشناسند و راههایی برای محافظت و پرورش انرژی‌های حساس خود بیابند. راهکارهای عملی برای پرتوهای آبی که هدفشون به حداقل رساندن تاثیرات منفی و جذب انرژی‌های مثبت به زندگی است. حفظ یک حالت ارتعاشی بالا بسیار حیاتی است. این امر شامل درگیر شدن در تمریناتی است که انرژی آنان را ارتقا داده و از نیروهای منفی محافظت می‌کند. تکنیک‌های مختلفی می‌تواند به پرتوهای آبی در حفظ تعادل انرژی و محافظت از خود در برابر تاثیرات مضر کمک کند. یکی از تمرینات مراقبه منظم است. مراقبه پرتوهای آبی این اجازه را می‌دهد تا ذهن خود را آرام کنند، با خود درونیشان ارتباط برقرار کنند و حس آرامش و هماهنگی درونی را پرورش دهند. از طریق مراقبه منظم آنان می‌توانند استرس و تنش‌ها را رها کنند و ارتعاش خود را بالا ببرند و یک مانع محافظ در برابر انرژی‌های منفی ایجاد کنند. پاکسازی انرژی تکنیک مؤثر دیگری برای پرتوهای آبی است تا خود را از انرژی منفی پاک کنند. این کار می‌تواند از طریق روش‌های مختلفی مانند دود کردن با مریم گلی یا استفاده از کریستال‌هایی مانند تورمالین سیاه یا سلنایت برای جذب و تبدیل انرژی منفی انجام می‌شود. آیین‌های پاکسازی انرژی به پرتوهای آبی این کمک را می‌کند تا هر گونه انسداد انرژی را رها کرده و یک میدان انرژی واضح و متعادل حفظ کنند. اتصال به زمین نیز برای پرتوهای آبی ضروری است تا ثابت مانده و به انرژی زمین متصل شوند. گذراندن وقت در طبیعت، راه رفتن با پای برهنه روی زمین یا تمرین ورزش‌های اتصال به زمین می‌تواند به پرتوهای آبی کمک کند تا خود را متمرکز کرده و انرژی‌های پرورش دهنده زمین را جذب کنند. تکنیک‌های اتصال به زمین کمک می‌کند تا از حس غرق شدن در انرژی‌های منفی جلوگیری شود و حس ثبات و امنیت فراهم آورد. محاصره کردن خود با تأثیرات مثبت جنبه کلیدی دیگر برای حفظ یک حالت ارتعاشی بالاست. پرتوهای آبی باید به دنبال افراد، محیط‌ها و فعالیت‌هایی باشند که آنان را ارتقا داده و الهام می‌بخشد. بودن در حضور افراد مثبت و حامی، گذراندن وقت در محیط‌های نشاط‌بخش و درگیر شدن در فعالیت‌هایی که شادی و رضایت بر مقام می‌آورند می‌تواند به طور قابل توجهی تندرستی انرژی آنان را افزایش دهد. علاوه بر این، تمرین سپاسگزاری و تاییدهای مثبت می‌تواند به پرتوهای آبی کمک کند تا تمرکز خود را به سوی جنبه‌های مثبت زندگی خود سوق دهند. با ابراز سپاس برای برکت‌هایی که دارند و تایید باورهای مثبت درباره خود واقعیشان، آنان می‌توانند تجربیات مثبت بیشتری را به زندگی خود جذب کنند. مفهوم موج اول پرتوهای آبی نمایانگر کاوش شگفت‌انگیز در قلمرو معنویت و هوشیاری انسان است. توانایی ادعایی آنان در حس کردن آینده و ارائه راهنمایی به دیگران، اهمیت آنان را در بیداری معنوی بشریت نشان می‌دهد. سپاس که با ما همراه بودید.